اینم از نهار امروز ما، روز سه‌شنبه. نهار روز سه‌شنبه کتلت با مرغ. اینم گوجه های حلقه سرخ شده. اینم حدسش بزنین. اینم دوغ محلی با نعنا. بفرمایید. 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 میل دود نچشه، خیلی غذاش لاکچریه از نظر من. هم نون باگت آوردم، نون محلی هم آوردم. حالا هر چی میل داره. حالا انشالله بعدم